اینро قید کردنیم که در روزهای نزدیک موافق همون با دعواشناسایی که وضع آب و هوا رو به ما دادن خیلی هوا گرم پیش بینی شده است و بارانگری ها در پیش هستند. این امکانیت میدهد که وارد شوی آب در نیروگاه در آب انبار نیروگاه زیاد گردد. البته همین که آب وارد گردش که زیاد گردید اول پیش از همه ساعت های با برق تامین کنی را زیاد میگردانیم. آهسته آهسته که آب در مقداری ضروری که وارد گردید آن طلباتی که مشتریان رو با اون تولید برق تامین نمودن ما حتما محدودیت نیروی برق رو از بین میبرداریم. تشکر. با شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم شما صحبت ما رو با کارمندان مسئول جمعیت سهامی گشاده برق تاجیک دوست مراد طاهرو و قربان احمدزاده میشنوید و اینجا سوال‌ها نیز آمدند و با صفحه تلگرام ما شنونده‌مون نوشتند که صدف ما نوشتم که خب من در شهر دوشنبه زندگانی میکنم و خواهرم در ناحیه یابان، اما متاسفانه خب مادرم باشد در شهر وحدت. ما در شهر خب مادرم برای من میگن گفتن خب در شهر وحدت برق را ساعت‌های بعد 6 شامگاه پیشنهاد میکنند و اما در ناحیه یابان تا اونجایی که شنیدم یعنی میگن که قریب مثلا ساعت 5 آن طرف برق هست. دایر به همین مثلا ریجه تقسیمات برق در شهر و ناحیه های کشورمون معلومات میدادید. مرحبا. بله این مشتری درست قید کردن. ما بنابر سببی که محدودیت به نهایت کلان داریم به خاطر که مشتریان رو در یک ساعت در یک جایگی پیوست کرده نمیتوانیم، زیرا که این اقتدارهایی که به شبکه پیوست میشوند اینها باید خیلی در خود نیروگاه توسط اگریگات ها باید این تنظیم کرده شود. بنابر همین در بین یک 30 دقیقه 40 دقیقه فاصله می باشد. این رو مرحله به مرحله فرض کردیم از ساعت 17:00 بعضی مشتری ها پیوست میشن تا ساعت 18:00 با پورگی مشتری ها با برق تامین میگردن. ما همین یگانه مشکلی که یک بار پیوست کرده نمیتونیم که صدمه های سیستمی به پیش میبیاید. فرض کردیم دشواری میگردد در سیستم انرژتیکی. برای همین من مرحله به مرحله همین مشتریان با برق تامین میکنیم.